بافتن این گوشواره زیبا. من اینو رو با نخ نازکتر بافتم، ولی به خاطر اینکه تو فیلم قشنگ نشون بدم از این نخ استفاده کردم. اول یه گره کور، 6 تا زنجیره رو گرد میکنیم. پنج تا زنجیره میزنیم، وصل میکنیم به داخل این زنجیره هایی که گرد شده. مجدد 5 تا زنجیره داخل دایره نصب میکنیم. چهار بار این زنجیره ها تکرار میشه. چهار بار تکرار شد. میایم داخل اولین دایره 2 تا پایه کوتاه، 2 تا پایه متوسط، 2 تا پایه بلند، یه دونه پایه دوبل. سه تا زنجیره، یه پیکوت تشکیل میدیم، مجدد یه دوبل، مجدد 2 تا پایه بلند، دو تا پایه معمولی، دو تا پایه کوتاه. میایم تو زنجیره بعدی، همین بافت رو تکرار میکنیم. 2 تا پایه کوتاه، 2 تا پایه معمولی، 2 تا پایه بلند، یه پایه دوبل، به وسط میرسیم، مجدد 3 تا زنجیره، یه پیکوت، مجدد یه پایه دوبل، مجدد 2 تا پایه بلند، 2 تا پایه معمولی، 2 تا پایه کوتاه. همونی رو که شروع کرده بودیم بعد از پیکوت تکرارش میکنیم. میایم باز تو زنجیره بغلی، 2 تا پایه کوتاه، 2 تا پایه معمولی، 2 تا پایه بلند،
یه دوبل، سه تا زنجیره، یه پیکوت. دوباره یه پای دوبل، دو تا پای بلند، دو تا پای متوسط و دو تا پای کوتاه. داخل این یکی زنجیره آخری 4 تا زنجیره میزنیم، وصل میکنیم به این زنجیره آخری، بازم وصل میکنیم، دوباره 4 تا دیگه وصل میکنیم به این دوباره زنجیره میزنیم، 5 تا کارو بر میگردونیم داخل اون زنجیره ها، با پای کوتاه وصل میکنیم، 1 2 3 4 تا زنجیره مجدد همینجا وصل میکنیم، مجدد 1 2 3 4 میایم وسط زنجیره بعدی، یک دو سه چهار، بازم میایم وصل میکنیم به وسط این زنجیره، برمیگردونیم، 1 2 3 4 5 تا زنجیره. چون نخ من گره افتاد. بافتو برمیگردونیم، نصب میکنیم به اولین دایره، 1 2 3 4 تا زنجیره میزنیم، مجدد همینجا نصب میکنیم مثل اون طرف که شروع کردیم. مجدد 4 تا زنجیره وصل میکنیم به زنجیره بعدی، 1 2 3 4 وصل میکنیم به زنجیره بعدی. این دامن گوشوار است. 1 2 3 4 وصل میکنیم به آخرین زنجیره، مجدد کارو برمیگردونیم، دوباره 1 2 3 4 5 وصل میکنیم به اولین زنجیرمون، 1 2 3 4 به دومین زنجیره، 1 2 3 4 به سومین زنجیره، 1 2 3 4 به سومین زنجیره، 1 2 3 4 به سومین زنجیره. ردیف اول 3 تا بود، ردیف دوم یه افزایشی داشتیم، ردیف سوم باز یه افزایش، ولی دیگه الان افزایش نداریم. مجدد 5 تا زنجیره نصب میکنیم به وسط مثل همون قبلی، با 4 تا زنجیره ادامه میدیم.
بازم 4 تا زنجیره وصل میکنیم به آخرین نیم دایره. اینم دامن کاره. یه ردیف دیگه به همین شکل ولی دوبل. 2 3 4 به اولین زنجیره 1 2 3 4 باز داخل همین زنجیره، برای اینکه میخواییم پایین دامنمون یه ذره پرتر بشه. 1 2 3 4 نصب میکنیم، مجدد 1 2 3 4 باز همینجا نصب میکنیم. 1 2 3 4 زنجیره بعدی 1 2 3 4 باز داخل همون زنجیره، یعنی اینا رو دوبار هر کدومو دوبار میبافیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 باز همونجا 1 2 3 4 این آخری رو دیگه همون 4 تا میبافیم و تمام. لنگه گوشواره ما آماده شد. من نخم اینجا گره خورد، اینجا پایه گوشواره رو نصب میکنیم و به این شکل ازش استفاده میشه. برای این گوشواره هر چقدر نخ نازک باشه اونقدر بهتره.